ابراهیمی توپی که حالا میزنه داخل محوطه جریمه، فرصت هست برای بازیکن تیم داماش و گل! گل برای داماش! گل برای داماش ثبت میشه. آرمان لطف خدا و این هم هواداره خونگرم تیم داماش. یه فرصت دیگه برای داماش و گل! گل به همراه تجربه حسین ابراهیمی. چه گلی میزنه حسین ابراهیمی، چه شوتی، از کجا زد. فاصله حدود 40 متری دروازه تیم مصر باز میشه. رضا زاهد تبار، خود رضا دوباره یه شوت و گل سوم. گل سوم به زیبایی هرچه تمامتر رضا بورمهدی. بالاخره رضا گل زد. انبساطی حالا به سمت راست، سیمان پور، فرصت عالی و گل چهارم. اینه اون داماشی که از اول فصل انتظارشو داشتن این داماشی های حاضر در ورزشگاه.